دیگر آمده است در اینجا که مسئله زلاق، همین زلاق مقصد، یعنی برادرای عزیز همین چیزها در ما بسیار رواجه. خلاص هر یک چیزی را که ما امروز میخریم صاحبای مال از ما زلاق میگیرن. بگذار خواه $50، خواه $100، خواه 100 سامان، چیزی که زلاق بگیرد. ولی بعد زلاق گرفتن ما مثال همون روز باشد یا پگاهش باشد میگیم که ما مقصد انا همون مالی تر نمیگیریم. ولی وای پیشکی از ما زلاق گرفته بود که وای $100 مرا گویم زلاق گرفتگی بود که آیا همون زلاق وای باید پس بگرداند یا باید پس نگرداند؟ همین حکمش چی است؟ برادر عزیز این طریق اصلا همین زلاق گرفتگی تون خودش نادرسته. زلاق ای خیر نمیگیرن و شما وقتی که $100 در عوض مثال همون ماشین باشد یا خانه باشد یا چیز دیگری که باشد گرفته باشین، وقتی سوداتون که نشد تو باید همون $100 گردونده با در همون صاحبش پس بگردانی و این مالی تو نیست. اگر تو او را به شرطی که انا نگردانی یا یک قسمت شا بگردانی، اگر یک سامان شا که در خودت نگه بداری و برای تو حرامه و اجازت نیست. ولی مثالی آدم شما را سرگردان کرد، این آدم مقصد شاید که سراسیمگی کرد، چیزی کرد نکرد، این به ضرر خود او آدم است، لیکن شما حق مالی او را گرفتن ندارید. اگر به شرطی که مثال مثل که از ماشین بازار ماشین ها را بیرون میکنن، وقتی که میگم من میرم میخرم ممکن پولی ستاینکه و پولی تا برآوردن و آوردن یگان لیتر بنزین گاز صرف که میشود، همون خراجات شدگی را مثال چند سومه که استاینکه باشد، چند سومه که خراجاتی که وای ماشین با فلان مثال منطقه را برده است، همونجا چند قدر خراجات های شده است، همون خراجات ها را حقی طلب کردن داری، لیکن پولی زلاق تو صاحب شدن حق نداری برادر عزیز. خب سوال دیگر، سین سال بلاغت ای کی سر می شود؟ اکو سین سال بلاغت برادرای عزیز دختر از 9 سالگی میگیم، بچه را از 12 سالگی. لیکن اگر به شرطی که اکو بینیم که در همون 9 سالگی اگر دختره که میگن اگر همون ماهانه شو بیند، یعنی همون بیماری حیزی که میگن اگر به همون بیماری مبتلا شود، یک طرز فهمیدنی به بلاغت شد. دوم وقتی که میگه شوهرش دادن و حامله شد، معلوم است که این دختر به بلاغت رسیده، یعنی همون 9 سالگی در حکمش میکنن. لیکن اگر به شرطی که این آدم اگر در 9 سالگی همون ماهانش اگر ندید، این از 12 سالگی حکمش میکنن، دیگر بیند نبیند. لیکن بچه ها را میگه اگر در همون 12 سالگی مقصد احتلامی شوند، احتلامی شوند که در خوابش مقصد شیطان فریبش میکنه و بگیم جنوب میشود، اگر در 12 سالگی می حالت در او شید، الکه این بچه هم به بلاغت رسیده. اگر نشید بعد یورا از 15 سالگی الکه میگن که به بلاغت رسید، یعنی 15 ساله را حکمی دیگه به بلاغت میکنن. خب قرآن از زنم در حقی رسول الله بخشد میشود؟ میشود، چرا نمیشود؟ اگر شما مثال قرآن خوانین در حق پیامبر ما بخشین، در حق اصحابش بخشین، البته به البته میشود، انشاءالله اجر را میگیرین، ثواب را میگیرین و انشاءالله پیامبرم روحشم از شما خشنود میشود. سوال دیگر، دخترای میدینستود سوال کردن که برای جراحی یا تعلیم
ما را با عضوها شناس میکنن، آیا همین درست است یا نه؟ یعنی در همین گویم مدینیستودها در جایی که تعلیماتی بگیم همین دکترای ما و شما می رود، طبیبهای ما و شما می رود، یعنی در اونجا شاید مردها را از عضوهای زنانه، زنها را از عضوهای مردانه شناس میکنن، میفهمانن. خب یعنی درست بودن و نادرست بودن و صحت بودن و بیمار بودن یعنی عضوها را نشانشون میتن. برای همین اینها ضرورتن خواهرای عزیز و برادرای عزیز. اگر اینها را که شما نه آموزین، فردا مثال با این مردم چه کار میکنین؟ برای همین یعنی شما یعنی در اینجا معذورین. یعنی شما مقصد همون درس هایی که خواهرای ما میخوانن، مثال از عضوهای مردانه قطعی شناس شدن ده فکر میکنم که البته همون تعلیم دهنده هاشون هم زنها هستند. اگر به شرطی که زن نباشد، اگر زن باشد باید زن درس بگه، لیکن اگر زن نباشد اگر از روی ضرورت مردها که درس هم که گفتن این ضرورت هست. یعنی در اینجا شما خواهرها و برادرای عزیز یگان گناهکاری ندارین. دیگر نیتی غسل ندانی درست است. مقصد آدمایی هست که با خانه‌داری میکنن، یا ممکن که مثال همون حالتایی میشود که بی زنن و بی شوهرن، لیکن در خوابهاشون مقصد همین آب میبینن. آیا اینها نیتی غسل ندانند؟ یعنی همون نیتی غسل جنابت نمیدانند. آیا مقصد اینها از جنابت پاک میشوند؟ نه، پاک میشوند. شما که همون به نیتی از جاگه خوابتون که طرف همون حمام که آمدین مقصدتون شستن که هست، همین در غسل جنابت همون 3 فرض است. دهن و بینی را شستن و تمام بدن، تمام همین ها که انجام یافتن دیگر شما از جنابت پاک شدین. سوال دیگر گفته است در کارتم سم آمده است لیکن خطا آمده است، چیکار کنم؟ یعنی کدام برادری که همون کارتای بانکی دارن میگه در همین کارتم یک مبلغی آمدگی، لیکن این مبلغ مقصد خطا آمدگی ای من نیست، چیکار کنم؟ این باید به همون ادرسی که می سوم آمده است باید رفته در همونجا خبر تید که همین مبلغ من نیست. یعنی چیزی که من در بالا گفته گذاشتم که یعنی حق یک آدم خوردن، این هم حق کدام نفری است که در شما خطا آمده است. یعنی شما حتما رفته آگاه کنین تا مقصد این پول پس بگردونین، زیرا برای شما حلال نیست برادر عزیز. خب سوال دیگر گفته است که شما را حقارت میکنن، ما نیز اونها را حقارت میکنیم، آیا همین درست است؟ اکی یک کار برادر عزیز که انا خلاص شاید در اینجا سوال طولانی است که من ایرا مختصر خوندم. میگه در بعضی محفل ها میشینیم از شما ایراد میگیرن، شما را غیبت میکنن، مقصد شما را حقارت میکنن، ما در عوضش اونها را حقارت میکنیم. اکنون برادرای عزیز و گرامی، حقارت کردن اونها را من نمیدانم به چی خاطر باشد، به چی خاطر اونها ما را حقارت میکنن. من فکر میکنم از یگان نفر خب یگان مبلغ اونها را به طریق زوری نگرفتم، یا اینکه یگان از یگان نفر خلاص پول گرفته باشم، منکر نشیدم که من پولیت را نمیتونم، یا اینکه من یگان کسی را یاد ندارم که دست بالا کرده زده باشم، یا حق یگان یتیم و بیچاره را خورده باشم، یا اینکه در حیات مقصد به یگان کسی زیان و ضرر رسانده باشم. الحمدلله رب العالمین، مقصد من از این چیزا برای چی گفتم که من مقصد این کارا را نکردم. یا همون نفرایی که مثال من را غیبت میکنن یا تنقید میکنن یا حقارت میکنن، راستی
من شاید یگان نفری نزدیکی اونها را مثال گرفته و سر دادگی نیستم. اگه نمیدونم برای چی مثال اونها حقارت میکنن، ولی الحمدلله رب العالمین که هرگاهی که اینها ما را حقارت میکنن یا تحقیر میکنن، من از همینجا ایستاده میگم که در عوض این که من میگم خدای مهربان شما را توفیق دهد، خدا شما را هدایت کند و الله مهربان همون بخلی که هست، حسدی که هست، همون بدبینی که در شما هست، خدای مهربان اونها را از وجود شما دور کنه که من تنها نه هزارها را با شما با این فعلهاتون حقارت میکنین و شما از ثوابها و کردارهای نیکتون بد محروم میشین. لیکن برادرای عزیز، شما میگه ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادب. اونها هرچی بد کردن در نظر من بد آمد، من ترکش کردم. وقتی که آدم حقارت کرد تو حقارت کردی، تا از او چی فرق داری؟ شما حقارت نکنین برادران عزیز و گرامی، حقارت نکنین و هر چیزی که اونها هم میگن، ما الحمدلله رب العالمین از اینجا ایستاده میگم که در کدام باب مرد برای چی حقارت میکنن، چی مسئله یا مسائلی را من مثال هر چیزی را که میگم من برای گفتگی خودم دلیل و حجت دارم، من از پیش خودم چیزی گفته نمیتونم. برای این شکر الله مهربان میکنم تا امروز من یگان امر الهی را یا یگان فرموده الهی را مقصد انکار نکردم، یا اینکه در مقابل یگان فرموده خدا نایستادم که من انشاءالله زبانم در این باب درازه. عقیده من به همه مردم معلوم است که من در هر یک مسئله چی جواب گفتگیم. برای این برادرای عزیز شما حقارت نکنید. عزیزای خدا میگن ما شاخی درختیم پر از میوه توحید، هر رهگذر سنگ زند آر نداریم. اکی یک چیز است که شما دیدین که همین درختای بی میوه را یگان نفر سنگ میزنه؟ نمیزنه. آخی در کجا یک درختی میوه داره همون را سنگ میزنه. اکی شکر که شاید ما از همون درختای میوه دار باشیم که امروز در کجایی که میشینیم، شاید اگر در 10 جا نامی مرا گیرن، گمانم همیه که ممکن در اکثریت شما را به نیکی یاد کنن، ولی در بعضی جایهاش شاید ما را به بدی یاد کنن. همه ما را به بدی یاد میکند که یا به ما یگان بخل داره یا حسد داره، یا از پیروای مذهب حنفی نیستن. از بس که من بیشتر در نسبت اونهایی که از مذهب ابو حنیفه بیرونن، تماما از شاید از همون عقیده که چون میگن از همونشان بیرون باشن، همونها ما را ممکن که یگان سنگزنی کنن. لیکن الحمدلله رب العالمین ما در این باب دادرای عزیز هیچی غمگین هم نیستیم، رو هفتاده هم نمیشیم، زیرا یک پیغمبر نازنین اینقدر جادوگرش گفتن، فالبینش گفتن، شاعرش گفتن. ببینین چی گپایی در حق این نگفتن، آخی دیوانش گفتن، همه گپ پیغمبر نازنین میگفتن که او رحمت للعالمین بود. اگه ما که وارثای او هستیم، ما که پیشبرنده کاری پیغمبر نازنین هستیم، آیا ما را باید نگن؟ مادامی که ما را که نگن، این معلوم می شود که کاری ما یگان نتیجه نداده. کار نتیجه که داد، بعد از هر طرف سنگ زدن میگیرن. برای شما همین قدان برادرای عزیز که شما اونها را پرسین که در کدام مسئله شما حقارت کردین، برای چی همه آدم مقصد در همین مسئله شما خب یعنی دشنام دادین، در کدام همون مسئله را شما در من برسونین. شما مرا همون مکتوب مثال همون چیز رو نویسونین که این فلانی آدم میگن بابای حاجی مثال این همین مسئله در مثال مقابل آیت قرآن و حدیث پیغمبر است. شما گوین، بعد من گویم که حق به جانب او هست که مقصد ما را از حسابی که از
آیت یا حدیث که روی گرداندم مرا که حقارت کردن. برای همین شما سبب هاشم بیارید. خدا رحمت کنه خواجه حافظ میگو حسد چی میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. و همین خواجه حافظ هم بسیار دشمنی میکردن. اگه خواجه حافظ که بسیار بلند که ایجاد میکرد و بعضی شاعرهایی که مقصد در دیگر جا حافظ که میگفتن دیگراش اگه بچه رو میبرد و رشک رو میبرد و غمگین میشیدن. بعد خواجه حافظ گفت آخی با من چی حسد میبرین، با من چی بدبینی میکن، آخی قبول خاطر و لطفی سخن خدا داده، آخی رو مرا خدا داده گفت. برای از وقت تاجیکی ما میگو با خدا دادگان ستیزه مکن که اونها را خدا داده است. حضرت مولوی جنونی میگو عجب رسمی است در این دار غدار، که صد نااهل بر اهلی گرفتار. ندیدم هیچ یک شایسته خوی، با دنیا زنده باشد به عدوه. نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکری دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. یگان گلی را دیدین که پروش در خار نباشد، یگان بلبلی را دیدین که بیزاغ باشد. برای همین میگه حضرت صبر کن انشاءالله دست بالا تا هستی. برای همین داداره عزیز شما حقارتشون نکنین، شما از اونها پیروی نکنین. اونها خیلی این کار که کردن شما استغفرالله بگین، شما بگین الحمدلله رب العالمین که هر کسی در دنیا کسی را حقارت کند روز قیامت این مردک ثواب از او میگیرد. الله مهربان حفظتان کنه برادر عزیز. این بود یک چند سوال هایی که در پیش من برای شما اینها را جواب گفتم. خدا خواهد باز سوال هایی که در پیش من هستند من برای شما اینهاش هم جواب میگردونم. الحال خدای مهربان همه شما را عمری دراز بده، ایمان کامل تون بده، خداوند سعادت دنیا و آخرت تون بده و الله مهربان به همه مقصدها و مرامهاتون موفق و میسر تون کنه. خدای مهربان جمعی برادرای ما که در سفرهای کاری هستند، مسافرند، در غربتند، خدای سفراتون خیر نیک بگردانه. الله صحت و سلامت به این وطنتون، به این دیارتون شما را رسانه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.